دیوار آمریکایی. شرکت هواوی چین با عرضه یک تلفن همراه جدید مجهز به تراشه‌های پیشرفته ساخت این کشور، انقلابی در فناوری ایجاد کرده است. ایالات متحده از این تکنولوژی ابراز نگرانی کرده که اقدامات محدود کننده علیه تراشه‌های چین مؤثر نبوده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً اظهار کرده که آمریکا باید به اعمال محدودیت‌های فنی مرسوم به حیات کوچک و دیوار بلند علیه چین ادامه دهد. اصطلاح حیات کوچک و دیوار بلند به این معنی است که ایالات متحده باید دیوارهایی بلند بسازد و اجازه ندهد فناوریش به بیرون درس پیدا کند. این رویکرد اساساً سیاست درهای بسته به سبک آمریکایی است. هدف از این سیاست تضعیف و مهار همکاری‌های بین‌المللی چین در زمینه توسعه و پیشرفت علم و فناوری خود به کشورهای دیگر است. در حال حاضر دولت بایدن جنگ تجاری را رها کرده و به جنگ فناوری در حوزه مواد نیمه‌هادی و تراشه‌ها روی آورده است. با این حال در 3 سال گذشته تحریم‌های آمریکایی تقاضای مردم چین برای خرید محصولات داخلی به منظور جایگزینی با فناوری آمریکایی را بالا برده است. این جریان رشد سریع شرکت‌های نیمه رسانای چینی را در پی داشته است. ایالات متحده زمانی دیگر کشورها را به خاموش کردن سیگنال‌های GPS تهدید می‌کرد، اما چین پس از سخت کوشی بسیار موفق شد سیستم ناوبری بیدو را توسعه دهد. ایالات متحده به شدت مانع ورود چین به ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌شد، اما در نهایت چین ایستگاه فضایی تیانگونگ را ساخت و تنها کشوری در جهان است که ایستگاه فضایی مستقل دارد. امروز در بازار گوشی‌های جدید هواوی مجهز به تراشه‌های ساخت چین به فروش می‌رسند. این موضوع نمونه جدیدی از شکست آمریکا در مهار فناوری چین قلمداد می‌شود.